درود ای مردم زیبا. میخوام امروز با خودم ببرمتون آکواریوم و استانبول فکر میکنم 3 تا یا 4 تا آکواریوم داره که من میخوام برم. اونی که پنگوئن داره و یه چیز دیگه که اسمشو یادم نمیاد ولی ایموجیشو اینجا میذارم. اسمشو یعنی به انگلیسی میدونم، فارسیش نمیدونم چیه. سمور آبی شاید بشه، نمیدونم. خلاصه که داریم میریم اونجا. با من همراه باشید. میخوایم بریم اینجا امروز. بچه ها آکواریومه جوری بیرونش هم ماهی داره. اینجا ببینین، بریم تو. ماهی ها رو ببینید بچه ها. خیلی باحاله. من ماهی خیلی دوست دارم. با بچه ها اینو ببینید چه خوشگله. اینا رو اینو بچه کوسه. خب بچه ها لابستر بچه ها این نمیدونم از هموناست که تو رستوران ها میخورن یا نه، ولی آره اینم نمیدونم چیه ولی خیلی باحاله. بایی ببینید خیلی باحالن که چیزی بیرین. بله خب اینجا نمیدونم چه موجودی رو داریم مشاهده میکنیم. بکنم قبلا یه چیزی بوده الان نیست چون خالی. توی اختاپوسه ولی رفته. بچه ها پاتریکو پیدا کردن. پاتریکو دوست داشت. این هم احتمالا با اسفنجیه. نه با اسفنجیست. از هم دنبال با اسفنجی. آقای خرچنگ، آقای خرچنگ دست آبی. آقای بچه ها نمو بود دوست داشت. خانم پاف. بچه این از این است که پاف میکنه فکر کنم. اینجا کوسه رو داریم بچه ها. دیدن پیداش کنم. بچه خیلی باحاله که ببینیش. کوسه گفتم شاید دلتون بخواد خودم هم ببینید. ببینید نورش خیلی بله اینجا برای خودم رو دیدن همون پس بهتر ماهی ها رو ببینید. بچه ها تونه چه باحاله. یکی پیدا کنم اینجا ازم عکس بگیره خیلی خوشحال خواهم بود. خواستم آقای که پشتم بود بیاد. بچه سوخت دریایی. واو خیلی باحالن اینا.
تفن و پهنن. این شبیه کوسه‌ایه که له شده. خیلی باحاله. خوش آمد. من این سفره ماهی ها رو خیلی دوست دارم. خیلی باحاله. چرا اینا خیلی گوندن ها. شما شاید فکر کنید کوچیکن. ببین کنار این گنده است. این مثلا این فکر میکنم بتونه 5 نفر رو سیر کنه. این نه، این خوراک 1 نفره، یعنی این قشنگ 5 نفر رو سیر میکنه. وای این چقدر احمقه، چه یونیکورن تو ماهی ها. خدا. من وقتی پولدار شدم یه آکواریوم اینجوری میذارم تو خونه. یعنی شما اینجا میفهمید که من پولدار شدم. چرا اسب دریایی رو پیدا نمی‌کنید؟ اسب دریایی دوست دارم. اینجا چی داره؟ یا مار. سلام آقا ماره. بچه این خیلی سنگینه های. الان مثلا من عمرن اگه میتونستم یه بلندش کنم. زنده ای؟ اینجا چی دو؟ اینجا چه خوشگله. ببین خیلی باحاله اینجا. شما ببینید ماهی ها رو چقدر ساکنن. چه تکون نمیخورن. شنا کنید. تو شاید ماهی مصنوعی شما. این بالش خیلی باحاله. ببین اطلاعاتی بکنم چیه اینجا. بچه اینو پیرانا. اینا همونایی که گوشت خورن میخورن. تو فیلم ها دیدین؟ وای باورم میشه بابا. ببین اینا توی فیلم ها دیدین یارو میفته ماهی ها میخورنش. اینا چقدر ساکنن. به خود همینجوری دیگه. اینجوری ساکنن. یه اون یکی میپره تو میخورنش. اینجا چیه؟ مار. وای این چقدر خوشگله. ببینید این مار رو. میکنم چششو ببین. واقعی؟ وای اینجا رو میتونم به آب دست بزنم. اینه نمیدونم اجازه دارم یا نه، پس نمیزنم. اینجا رو ببینید. اینجا معلوم نیست ولی خب ماهیا رو. وای این یکی هم همینطور آبشار داره. وای ماهیا رو. این ماهیا بچه ما تو آکواریوم همون اینا داشتیم. این یکم ساکنه. آبش رو توی در رو هم ببینید. وای خیلی باحاله که اینجا. آخ جون بچه هیچ پیدا کردم. اینا چیه؟ حالا میام سراغه. ولی اینو خدای اینا رو چقدر این مگه چقدر تو خیلی. وای خدای من. خدا اینو ببین. وای خدای وای بچه ها اینا خیلی خرن. یکی از اینا رو میخرن. ببین پیامبر آخه. خدا وای چقدر فضوله اینا. وجودو وای خدا دیدیش نه دیدیش. بیا اینجا ببینم. بیا خدا خیلی خرن اینا. من اینا میخوام. وجودو
ببینم دنبال چی میگردی؟ چوبه اونجا دنبال چی میگردی؟ وای خدایا من اینا رو میخوام ببرم. خیلی اینا خرن، خیلی اینا خرن. بودنش داره خاک میکنه. این نمیدونم چیه ولی از این عنکبوت پشمالو هست. ببین عنکبوت پشمالو، یه عنکبوت پشمالو دیگه. این عنکبوت پشمالوه ولی پیداش نمیکنم. این تو هم عنکبوت پشمالوه که کلی تار تنیده، برای خودش معلوم نیست کجاست. کلا عنکبوت های پشمالو. این هم یه عنکبوت پشمالو. اونو میبینید؟ عنکبوت پشمالو. چرا این انقدر ساکن میترسونن آدمو؟ یه بار دیگه این خلا رو ببینیم. خدا من بمیرم برای شما. خدا اونو ببین، اون احمق رو ببین، این احمق رو ببین. وجودو سلام خوشوگو. خیلی احمقه. وای چقدر گردی تو. خدا من بمیرم برای تو. ای خدا نرم نمیاد اینجا رد کنم من برم الان. نه اینقدر احمق. وای رفتم تو. وای خدا خیلی خرید. ای قلبون تو بشم تو آنجا دار به من نگاه میکنی. خیلی خرید. دوستتون دارم. بای بای. بچه اونو میبینید؟ اون رو میبینید؟ اون از ایناست. اینا اونهاش. ببینش رو زوم کنم. اینها این احمق رو ببین شما. آخه چقدر خوب خرید. خدا خیلی خریده. این بعدی ببین چی داره. آهان اینا. این خوابه. شما که خوابه دیگه. زنده. آره دیگه پیدا کردم. زوم کنیم اون چشش. خیلی قشنگی شما. این ایناست که تو آبه. خیلی باله. خدا اینو ببینی. تو چی؟ سلام چطوری کوچولو. ببینینش چقدر احمقه. وای خدا شما چقدر قشنگی. خود جلوه یه سلفی باش بگیرم. سلام بچه این دوست جدیدمه. سلام کن. سلام کج دوستم. دستمو بگیر. دست همو بگیریم. این دوست منه. خداحافظ دوستم. سلام آقا یا خانم نمیتونم. یه دونم پایینه. چه جالب. زن شوهرین؟ نمیدونم. نه اینجا چی داره. واه بچه من به خاطر این اومدم. ببینش این احمقو. این احمق را ببین. بیا اینجا. خودو من بخورم تو رو. آخه ببینش داره چیکار میکنه. سلام چطوری؟ دوست من. بچه منو دوستم رو ببینید. چیکار میکنی بچه؟ رفت دوستم رفت. بای بای دوستم. این چیه؟ کروکودیله.
نه تمساح ایشون. آقای تمساح چرا ماهیان نمیخوری؟ بچه چششو ببینید، چشم قشنگ ماهیا رو. چون من واقعا نمیدونم اینا خوابن یا نمیدونم واقعا. این اصلا داره نفس میکشنم، میبینین یه تکون ریزی داره میخوره، ولی انقدر نامحسوسه که آدم نمیتونه بفهمه زنده است. واه اینا. سلام برادر، شما چقدر خفنی، داداش پرت بزن. اینا چرا اصلا تکون نمیخورن؟ نمیفهم. منو دوستم سلام کن. چون من اینقدر لاک‌پشت دوست دارم. ببینش سالاد سبزیجاتش هم داره میخوره، رژیمه. این دوستمونم اینجاست. یه عالم حلزون زیاد دوست ندارم. یکم مار، دوست عزیزم مار. بذار چششو ببین، چشو. اوه بچه ببینید دوستم و غذاش. این دوستمه، این دوستمه، این غذاشه. بخور غذاتو. این معذبه داریم نگاش میکنیم. حالا میره میخوره. اینجا هم نمیدونم چی داره اینجا. قورباغه باید داشته باشه که نمیبینم. ادعاش هم ببینید کله‌شو گذاشته اینجا استراحت کنه. خیلی شیک، خیلی زیبا. بچه میمون چرا همه‌شون خوابالو هم؟ سلام میمونه، چقدر کثیف جات. سلام چطوری؟ کجا تنهایی؟ میمون جونی دوستات کجا؟ دوست نداری؟ چرا تنها؟ خب خیلی راحت کننده است. برای دوستم بریم. چون پنگوانا کجا؟ من پنگوان اومدم ببینم. بچه ها فسیل علکی بریم پایین بریم چه خبره. چون همستر اینا بچه همستر تازه به دنیا اومدن، خیلی کوچولو و زشتن. بزرگ میشن قشنگ میشن، ولی ها فکر نکنید همیشه زشت باقی میمونن. اینجا چی داره؟ راکونه دیگه. آره راکون. کجایی راکون؟ اونهاش چرا همشون خوابن؟ خب منم بعد از اون اومدم این غذا خوردن گرفتن خوابیدم. راکون میشه یه کلت رو این بری کنی؟ همشون پشتشون به ماست. نگاه همه پشتاشون رو کردن خوابیدن. اینجا چه قشنگه. لاک‌پشتی وای من این لاک‌پشتا داشتم ایران که بودم، بعد دیگه نمیدونم چی شد، گم شد. ببین چه قشنگه. ندارین چی باحالن، انگار یکی با چکش زده تو کلشون باد کرده. خیلی باحالن. این بطریمه نگاه چقدر گنده است، خیلی گنده است. بچه این قشنگ 30 نفر رو سیر میکنه. جدی میگم. چرا همتون اومدین اینجا جمع شدیم؟ بچه این فکر کنم 40 نفر رو سیر کنیم. خیلی گنده است. سلام اداری سلام. یه دسته لاک‌پشت دسته به دسته با نظم و ترتیب اینجا نشسته. این لاک‌پشته رو اون یکی رو داره شنا میکنه.
بعدی. اینجا اقل معلوم پنگوان بچه پنگوان ها رو پیدا کردم. سلام دوستم خدا سلام دوستم چطوری؟ دوست من بچه ها توجه کردید همه دارن با هم دوست میشن. دوستم خیلی شیطونه، نمیدونم داره چی کار میکنه دقیقا، ولی هی داره میره این ور اون ور. وای خدایا تو چقدر خری. اون رو ببین شما این رو ببین. سلام دوست نداری به اونا توجه کنم؟ این بچه این دوست داره که به این توجه بشه همش، ولی این هم خیلی احمقن. اون خجالتی اون منم، اون که اون توه اون منم. اینا ببینید اینا شاید فکر کنید من دارم اونا رو نگاه میکنم، ولی اونا دارم من نگاه میکنم. ببینید چه دوستم و ببینید چه بخره دوستم. من پنگوان اینا این دوستم این دوستم بچه دوستم رفت. بای بای دوستم. بای 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 دوستم. بای بای. اینجوری هم بلدی شنا کنی؟ چه باحال، چه قابلیت هایی داری. اونم که منم اون تو اصلا بیرون نیامد. خداحافظ. اینجا لاستش من نمیدونم چی داره. اینجا زده Ziyaretçilerimizin dikkatine. Canlılarınıza zarar vermemek için telefonunuzun ve fotoğraf makinenizin flaşını kapatınız. Fotoğraf ve video çekerken flaş kullanmayınız. Önemli rica ederiz. Attention to visitors. Please turn off flash on your cameras and smartphones, not to harm our creatures. Don't use flash while taking picture or video. Thank you for paying attention. اونم خواب اونوری. اصلا امروز هیچ کدومشون به اون توجه نکردن، داشتیم خیلی بی‌ادب بودن. بریم این کوفته از اینجا بریم. بچه اینجا هم چیز میز فروشیشه. این دوستم رو که دیدیم اینجا میتونید بخرید. اون دوستای پنگوانی من داره، دوستای خرگوش چیه؟ حسین هم داره، آریل هم داره، همه چی داره. میمون هم داره، تمساح از این خواست همش داره. تموم شد بچه ها، باحال بود، دوستش داشتم. و اینکه پنگوان ندیده بودم تا نزدیک، اولین بار بود. یعنی قبلا رفته بودم آکواریوم ها، ولی پنگوان اون دوستم بود که تنها بود. اون اسمش نمیدونم چی میشه به فارسی. اونا رو من ندیده بودم که خیلی خوشم اومد. الانم اینجا چون توی پاساژیه بیاد برم یه دوری بزنم بعد برم خونه. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگه دوست داشتین چنلم رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بیشتری ازم ببینید. میتونید تو کامنت هم بگین دوست دارین چیکار کنم، کجا برم، چه ویدیوهایی بذارم. مرسی از حمایتتون. تا ویدیوهای بعدی بدرود.